رئیس دفتر شهبانو فرح توی کتاب خاطراتش به نکات جالبی درباره اخلاق و رفتار ملکه فرح اشاره کرده. هوشنگ نهابندی نوشته که رفتاری که شهبانو با مردم داشت واقعا جسارت می‌خواست. حتی بعضی‌ها به اشتباه شهبانو رو به عوام فریبی متهم می‌کردند، در حالی که این حرفا اصلاً درست نبود. شهبانو اهمیتی به این انتقادها نمیداد، چون فهمیده بود که قبل از هر بازدید رسمی مأمورین دربار همه چیز رو صحنه‌سازی می‌کردند تا اوضاع ایدئال به نظر بیاد. اما همین رفتارهای صادقانه باعث شد توی دربار هم همیشه مخالف داشته باشه. نهابندی توی خاطراتش به این موضوع اشاره کرده. محمد رضا شاه با وجود متانت و ادب همیشگی توی کلامش نظر خوشی نسبت به 3 دوست نزدیک شهبانو نداشت و اونها را با الفاظ تندی مثل فاحشه خطاب میکرد. سلام، به کانال خاطرات پهلوی خوش آمدید. لطفاً قبل از شنیدن ادامه داستان و خاطرات با لایک و سابسکرایب از کانال ما حمایت کنید و برای زودتر دیدن ویدیوهای جدیدتر زنگوله را بزنید. شهبانو فرح یکی از کارهای جالبی که انجام میداد بازدید از شهرستانهای مختلف بود. اما جالب اینجاست که تو 2-3 سال آخر تصمیم گرفت بدون اطلاع قبلی خود شاه و حضور خبرنگارها این بازدیدها را ادامه بده. این کار به قدری محرمانه بود که حتی مأمورین حفاظت را هم لحظات آخر در جریان میذاشت. این بازدیدها تأثیر اجتماعی خیلی بالایی داشت. مثلا یک شب که به استان گیلان رفته بود، به همراه رئیس دفتر و 2-3 مأمور حفاظتی که لباس شخصی پوشیده بودند به محله‌های قدیمی شهر سر زدند. در یکی از کوچه‌ها از پشت پنجره یه خونه شهبانو خانواده‌ای رو دید که دور یه میز جمع شده بودن و مشغول نوشیدن چای بودن و شهبانو تصمیم گرفت بره داخل خونه. هوشنگ نهابندی در زد و شهبانو کمی دورتر ایستاد. وقتی در باز شد و صاحبخونه شنید شهبانو برای احوالپرسی اومده، حیرت زده مونده بود که چی کار کنه. صحنه‌های روبوسی با ملکه ایران، اشک‌هایی که جاری شد و تعارف‌های پر از هیجان فراموش نشدنی بود. بعد از صرف یک استکان چای، شهبانو و همراهان اون خونه را ترک کردند. اما وقتی این خبر به گوش شاه رسید، به دلیل رعایت نکردن پروتکل‌های امنیتی شهبانو رو مورد سرزنش قرار داد. آن زمان ناامنی کشور داشت بیشتر میشد و اعتراضات و حرکات انقلابی آغاز شده بود. یکی دیگه از کارهای جسورانه شهبانو این بود که تصمیم گرفت بدون اطلاع قبلی به محله‌های فقیرنشین جنوب تهران سر بزنه. این بار فقط با 4 مأمور لباس شخصی و رئیس دفترش سوار یه مینیبوس عادی شد. تو این بازدید دکتر کاظم بدیعی، استاد دانشگاه تهران هم همراهشون بود. توی مسیر از دکتر بدیعی خواسته شد درباره وضعیت پایتخت صحبت کنه. اون روز رفتار شهبانو با مردم باعث شد شعار جاوید شاه از مردم شنیده بشه. اما توی دربار باز هم حرفایی زده شد. بعضیا این رفتارها رو عوام فریبی میدونستند، در حالی که شهبانو همچنان به این کارها ادامه میداد. ملکه فرح گاهی گروه‌های از مردم را به کاخ دعوت میکرد تا باهاشون چای بخوره و هدفش این بود که درهای کاخ رو به مردم باز کنه تا فاصله بین دربار و جامعه کمتر بشه. اما این کارها به مذاق خیلیا خوش نمی اومد. مثلا هویدا نخست وزیر وقت و نصیری رئیس ساواک با وجود رابطه خوبشون با شهبانو از این رویکرد راضی نبودند. اما همه رفتارهای شهبانو هم مورد تایید مردم نبود. مثلا خرید کردن از فروشگاه‌های لوکس اروپا یا دوخت لباس‌هایی توسط خیاط مشهور ایتالیایی ولنتینو که باعث حرف و حدیث‌هایی شده بود. میگفتند این هزینه‌ها از جیب مردم باید پرداخت بشه. حتی وقتی شهبانو ایران رو ترک کرد، لباس‌هایی که ولنتینو براش طراحی کرده بود هنوز تنش بود. این مسائل شایعات زیادی به وجود آورد، اما خیلی از این شایعات توی دربار ساخته میشد. از طرف دیگه محمد رضا شاه هم گاهی علنا اطرافیان شهبانو رو
مورد انتقاد و حتی مورد تحقیر قرار میداد. مثلا 3 تا از دوستای نزدیک شهبانو رو با الفاظ تندی خطاب میکرد یا شوخی‌های انتقادی درباره مادر شهبانو فریده قطبی میکرد. تو ماه‌های آخر سلطنت اختلافات دربار و رفتارهای علنی شاه با اطرافیان شهبانو باعث تنش‌هایی شد که به زیان نظام شاهنشاهی تموم شد. اگر به تاریخ و شنیدن خاطرات شخصیت‌های مشهور پهلوی علاقه دارید، همین الان از زیر همین ویدیو سابسکرایب کنید.